براتون آموزش کباب کوبیده مرغ دارم که یه غذای سالم و خوشمزه است. همراه من باشید. برای کوبیده مرغ من از سینه مرغ و با فیله مرغ استفاده کردم. شما میتونید از سینه خالی استفاده کنید یا میتونید آمادهش از بیرون بگیرید که چرخ شده هستش، یا تو خونم اگه میخواید چرخ بکنید یک بار چرخ کنید کافیه، یا از دستگاه‌های خردکن. موادی که لازم داریم سینه مرغ و فیله مرغ، پیاز، زعفران، ادویه‌های مختلف، اینم برای کنار مرغ، گوجه و لیمو و فلفل و پیاز. برای کوبیده مرغ ما میتونیم از سینه مرغ و فیله مرغ استفاده کنیم یا آماده چرخ کردهش رو بخرید. وقتی هم چرخ میخواید بکنید یک بار کافیه چرخ کردنش. بعد تمام اضافه ها چربی ها رو میگیرید، همه رو خورد میکنیم که آماده کنیم برای چرخ کردن. طرز پاک کردن فیله رو میگم که این اضافهش رو حتما بگیرید که به این صورت یه رگی داره که اینو حتما باید در بیاریم، چون توی گوشت قاطی میشه و خیلی مزه بدی میده. مرغا رو توی دستگاه میریزیم، همه رو لهش میکنیم. مرغا که کاملا چرخ شدهش داخل ظرفمون میریزیم. این دکور خوشگلم تازه خریدم، خیلی شیکه. وقتی که هوا که تاریک باشه روشن کنید خیلی بهتره. این گلام که تازه هم داره جوونه میزنه، ببینید ریز ریز همه جوونای خوشگل زده. اینم که از این چسبوناست، اسمش الان پتوسه فکر کنم، قشنگ داره گل میده. پیاز کباب کوبیده مرغ و ما معمولا اگه 1 کیلو مرغ داشته باشیم 300 گرم پیاز لازم داریم. البته پیازشو کی اندازه میگیریم؟ وقتی که پوست گرفتیم رنده کردیم اون موقع 300 گرم پیاز ما باید باشه. خب پیازا رو رنده میکنیم. من این ترشم نگرفتم که رنده کردن راحت باشه. پیازو که رنده کردم داخل صافی میذارم. پس تقریبا 1/3 از گوشتمون، یعنی 1 کیلو گوشت داریم 1/3 باید تفاله پیاز باشه. بعد از اینکه آبشو گرفته شد بعد اینو وزن میکنیم که باید 300 گرم 320 گرم باشه. تقریبا 5% پیازمون باید آب داشته باشه. من اینو الان میذارم داخل یخچال. ما میتونیم از 1 ساعت تا 24 ساعت این پیاز رو تو یخچال بذاریم تا اون حالت تلخیش بره. تقریبا من 300 گرم تفاله پیاز رو لازم دارم. پیاز رو اضافه میکنیم، نمک، اندازه هاش همه رو تو کپشن نوشتم، آویشن، پودر سیر، فلفل قرمز، فلفل سیاه، با یه دونه جوز هندی نصفش رو رنده میکنم. کمی فلفل دون هم اضافه میکنیم. کمی زعفران غلیظم میریزیم که مرغمون خوش رنگ بشه. کاملا همه رو با هم دیگه شروع به ورز دادن میکنیم. تقریبا 7 دقیقه 8 دقیقه به این صورت کاملا ورز بدید. بعد از اینکه 5 دقیقه تا 6 دقیقه ورز دادیم حالت کاملا چسبنده پیدا میکنه. نیم ساعت داخل یخچال میذاریم. مرغ از یخچال در آوردم، به اندازه یه دونه نارنگی یا سیب برمیدارم تو دستم، کاملا ترکاشو میگیرم، بعد داخل سیخم میندازم به حالت استوانه‌ای در بیاری، دوکی شکل. همینو به همین صورت تا پایین ادامه. یه آب دستم میذاریم بغلمون، آب جوشیده داغه، همینو ادامه میدیم تا پایین. مرتب دستمون آب جوش میزنیم، صافش میکنیم، به سمت پایین میاریم. خب ما با انگشت اشاره‌مون کار نداریم، با این انگشتمون به این صورت گل میزنیم. سر و ته سیخمون هم یه مقدار سفتش میکنیم که نیفته. اگه نتونستید اون مدل گل بزنید به این صورت با دستتون مدل بدید.
گوجه‌ها رو روش رو به این صورت یه علامت به علاوه میزنیم که مغز پخت‌تر میشه. اینم برای کنار کبابمون پیاز و جعفری و سماق میریزم، میذارم یخچال نیم ساعت بمونه. کباب مرغا رو روی منقل گذاشتم، اول داغش کردم، بعد حرارت رو کم میکنیم. هر به اندازه 10 ثانیه همه رو برمیگردونیم سریع. گوجه ها رو هم گذاشتم روی منقل. کباب کوبیده های ما روی منقل داره آماده میشه. دیگه کبابای ما در حال آماده شدنه. من کمی رو کره و زعفران و آب لیمو هم درست کردم که آخر سر روش رمال میکنم. گلای خوشگلمون رو دوستای گلم ببینی چقدر قشنگ شده. اینم خیلی خوشگل داره در میاد. این دونه بود ریختم. اینم گلای رزمونه، خیلی زیبا شده رنگش. کباب کوبیده مرغ ما آماده شده. من کمی رمال کره و لیمو و زعفرانم درست کردم، روشون میمالم آخر سر. کباب کوبیده مرغ ما آماده شده. بسیار راحت درست میشه. اگه تمام نکاتی که گفتم رعایت کنید خیلی کباب کوبیده خوبی در میاد. اینم کنارش که پیاز و جعفری و سماقه که نیم ساعت تو یخچال گذاشتم، بعد لیمو ترش زدم بهش. اگه دیدید کباب کوبیده‌تون روی سیخ نمیمونه، یه رو توی فریزر بذارید. نکتهش اینه. مرسی از اینکه همراه من بودید. کباب کوبیده ما ببینید چقدر خوب شده. نگاه کنید داخلش هم بسیار خوشمزه و لذیذه. یک کباب کوبیده با تمام نکته‌های خوبش.